نمیدونم زندگی چند تا ثروتمندای دنیا رو تا الان مطالعه کردی؟ بیشتر از 90% ثروتمندای دنیا 1000 تومانی هم از باباشون پول نگرفتن. میرن پیش خودش میگن کریم کریم بده بیاد، یا کریم ارحم عبدک الضعیف. ما هیچی نیستیم، ما حواسمون از هیچی نیستیم. ما خودت گفتی اگه هیچی نباشی همه چیت میکنم. کیست که در ساعت سحر سر به پیشگاه با عظمت او بگذارد و خدا او را دست خالی برگرداند؟ کیست که از خدا آبرو بخواهد و خدا آبروی الهی خودش را به او تقدیم نکند؟